درصد وزنی و درصد وزنی حجمی چی هستن؟ چه تفاوتایی با هم دارن و چه کاربردی دارن؟ درصد وزنی به مقدار ماده مورد نظر در 1 کیلوگرم از اون محصول رو میگن. مثلا اگر یه ترکیبی میگیم فسفرش 5%، باید توی 1 کیلوگرم از اون محصول 50 گرم فسفر خالص وجود داشته باشه. درصد وزنی حجمی به مقدار ماده مورد نظر در 1 لیتر از اون محصول رو میگن. مثلا همون فسفر باید تو 1 لیتر از اون محصول 50 گرم فسفر وجود داشته باشه. و همیشه عدد درصد وزنی حجمی بالاتر از وزنی هستش. چرا؟ چون تنها ترکیبی که 1 لیترش برابر 1 کیلوگرم آبه و معمولا حلال تمام این ترکیبات آب هستش و وقتی ما میایم مثلا 50 گرم فسفر رو اضافه میکنیم در 1 لیتر آب، قاعدتا باید وزن اون محصول اون 1 لیتر بالاتر از 1 باشه. وقتی ما به لیبل محصولات مراجعه میکنیم این درصدها وجود داره. حالا برای اینکه ما وزن خالص این ترکیب رو به دست بیاریم باید درصد وزنی حجمی رو تقسیم بر درصد وزنی کنیم. مثلا اینجا 50 رو تقسیم بر 35 میکنیم میشه 1.42. یعنی وزن خالص این محصول باید 1 لیترش 1 کیلو و 420 گرم باشه. خب این یکی از روش‌هاییه که به ما کمک میکنه که ما ببینیم درصدی که رو لیبل قید شده مورد تایید هست یا خیر. امیدوارم که این مطلب براتون آموزنده بوده باشه.